کسانی که از آنها بلیط میخرند آنها هم در گناه شریک هستند و برای آن مالی که در خرید بلیط ها صرف کرده اند در قیامت پرسیده میشوند. خداوند در قرآن سوره مائده قمار را پلیدی و ناپاکی و از عمل شیطان میگوید و میفرماید که از آن بپرهیزید تا کامیاب و رستگار شوید، یعنی تا از آتش جهنم نجات یابید. پس چرا شما عمل شیطان را انجام میدهید و هزاران مسلمان را به این گناه کبیره دعوت میکنید؟ آیا میخواهید گناه هزاران مسلمان را به دوش گیرید؟ آیا از الله نمی ترسید که او را نافرمانی میکنید؟ مگر مسلمانی شما همین است؟ از الله بترسید و بیش از این امت محمدی را به گناه نکشانید، عاقبت آن خیلی خطرناک است.